هنوزم میتونی انتخاب کنی. مگه نگفتی هر اتفاقی افتاد بهتره واسه جفتمون بیفته؟ دوست دارم. من بیشتر. چند لحظه لطفا. پرونده سیاسی بودی؟ بله. چرا برگشتی؟ نامزدم اینجاست. من همه این سوالا رو قبلا تو سفارت ایران جواب دادم. فکر نکردی دستگیر میشی؟ در حال باید میومد. به امتحانش میارزه. میتونی بریم. مسافرین مصادره پرواز شماره 800 هواپیمایی جمهوری اسلامی به مقصد توکیو به شماره دریافت کارت پرواز و تحویل بار دقت مربوط به خارج کاریم. Attention please. Any passengers on flight number 801. هنوزم دستا درق میکنه. آره، هم سردن هم عرق میکنه. حسابی کلافم کرده. اینو از یه دکتر پوست کوپنهاگ گرفتم. فکر میکنم بهتر از اون دارویی باشه که مصرف میکنی. مرسی. خب بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. من 3 ماه دارم بهت زنگ میزنم، میل میفرستم، نامه مینویسم، هیچ خبری ازت نیست. مادرتم تا صدای من پای تلفن میشنوه تقریبا گوش تلفن رو من قطع میکنه. بگو ببینم من کاری کردم. چی شده؟ خیلی دیر اومدی سامان. چی؟ من ازدواج کردم. چی کار کردی؟ بهت نگفته بودم چون نمیخواستم برگردی ایران دوباره بیفتی تو دردسر، ولی برادرت میدونست. متاسفم. بشین. تبسم، دوستش داری؟ آره. خیلی دیر اومدی سامان. دوستش داری؟ آره.
هنوز اون تویی؟ چرا جواب نمیدی؟ تو هم مثل بقیه خفه شدی؟ این روزا دیگه صدا از هیچ کس در نمیاد. تقصیر شما هم هست. اومدین بی خودی یه ذره آرت و پورت کردین، وضع از اونی هم که بود بدترش کردین. اگه وقت کردی سری برو کنی دانشگاه ببین چجوری همه ماستر رو پیسه کردن. هم دوره یه جور کلکوفتشون ریخته، بقیه هم یا تو تب نشگی هن یا خماری. میدونی یکی اگه آبکی دودکی ارزون بخواد باید بره کجا؟ توی دانشگاه. میفهمی یعنی چی؟ سامان با تو هم سامان سامان چرا جواب نمیدی؟ تو داری چیکار میکنی؟ سامان الو سلام، چی شده؟ هیچی، فقط سامان یه کمی حالش خوب نیست. یعنی چجوری بگم؟ خودکشی کرده. زنده است؟ بله زنده است. خدا رو شکر خطر برطرف شده. کدوم بیمارستانه؟ میخواین بیاین؟ اگه شما رو ببینه خوشحال میشه. من فرودگاهم نباید میرفتم، ولی حالا که رفتین هنوزم دستات عرق میکنه؟ که خودکشی کنه و زنده بمونه. من مطمئنم یه آدم اینقدر باهوش هست که اگر بخواد کلک خودشو بکنه خیلی حساب شده تر عمل بکنه. شاید تقصیر من باشه که بی موقع برگشتم خونه. نه، منظور من اینه که این دفعه تو خیلی خوش شانسی آوردی و اون بد شانسی. بیژن خیلی باید مواظبش باشی. باش حرف میزنی؟ تو رو خیلی بیشتر از من قبول داره. حرف زدن با آدمی که ذریب هوشی بسیار بالایی داره کار من نیست. چون اگر من بهش بگم که زندگی زیباست و آسون بگیر و از اینجور حرفا، به من میخنده. چون فکر میکنه که خیلی بیشتر از من میفهم. خب میفهمه دیگه. تو خفه شو. ازش خیلی خطرناکه. میدونه ما از هم جدا شدیم؟ گفتم موقتیه. تو یه فرصتی خاصی با خودت کنار بیایی و برگردی. به این سلام برسون. بگو خیلی دلم واسش تنگ شده. هر وقت مرخص شد بهم یه زنگ بزن، یه قرار بذاریم. پس چرا اومده بود فرودگاه؟ من احمق ازش خواسته بودم بیاد. فکر می‌کردم اگه موضوع از زبون خودش بشنوی راحت‌تر میتونی باش کنار بیای. نمیخوام آرومه کنم ولی باور کن تمام قشنگی عشق به همین جدایی و فراقشه. اصلا معشوق آدم باید دست نیافتنی باشه. مزخرف نگو. مزخرف چیه؟ تو به زندگی منو ناهید نگاه کن، خودت میفهمی چی میگم. تو شوهرشو میشناسی؟ غریبه نیست، یکی از هم دانشکده‌ایاتونه. کی؟ چه فرقی میکنه کیه؟ شوهر دیگه. میخوام بدونم. شر به پا نکنی ها. کیه؟ حمید صراف. حمید صراف؟ وقتی بهت احتیاج داشت کجا بودی؟ من فقط سوالم اینه مادر، چرا با حمید؟ بعد تو چند بار اومد خواستگاریش ولی همیشه جواب رد شنید. تا اینکه پارسال تبسم تو جشن تولد دوستش گرفتم و دیگه هم ولش نکردم.
پرونده سیاسیشو دوباره در آوردن. اینقدر اینو بردن و آوردن که بچم ذله شد. موقعی که حمید به دادش رسید دیگه نتونست بهش جواب نبده. فکر نکردین این بگیر و ببنده زیر سر خود حمید باشه؟ چطور؟ اون به من کمک کرده از اینجا فرار کنم و پناهنده شم. خودتو با این حرفا اذیت نکن پسرم. اون میخواست تبسم صاحب بشه که نتونست. تبسم دلشو گذاشت زیر پاش و رفت خونه حمید. بچم نمیدونی چه حالی بود، انگار داشت با خودش خداحافظی میکرد. سامان برو دنبال زندگیت پسرم. تبسم فراموش کن. نذار زندگیت مثل دخترم تباه بشه. نه عزیزم، قربون اون شکلت برم. تو شامتو بخور. من باید برم تا هتلی مهمونایی که از دبی اومدن ببینم برگردم. تبسم، یعنی من به تو دروغ میگم؟ باز توهم برات داشتا؟ آره عزیزم، قربون تو برم. عاشقتم، من کار دارم. خدا. یه امضا لطفا. فوریه. هرکی پول میخواد فوریه. مرسی. ببخشید یه آقایی به اسم سامان فنایی بیرون نشستن، میخوان شما رو ببینن. کی؟ سامان فنایی. با 5 سال پیشت هیچ فرقی نکردی، فقط یکم لاغرتر و همچین در اپیتیتر شدی. ازدواج که نکردی ها؟ نه. باریکلا خوشم اومد. تا میتونی ها زن نگیر، اگرم میگیری یه دونه نگیر. باور کن بین این همه زن و دختری که تو این شهر ریخته یه دونه رو که انتخاب کنی 1000 تا دیگر رو از دست دادی. میگیری چی میگم؟ تو چرا زن گرفتی؟ واسه خنده. از زندگیت راضی هستی؟ چطور؟ انگار زنت راضی نبود. منظورم نامزدمه. کجا دیدیش؟ فرودگاه دیدمش. گفت که دوستت داره ولی متاسفم برات. چرا دست از سرش بند نمیداری؟ چرا طلاقش نمیدی؟ تو که اهل زندگی نیستی؟ فقط برای همین اومدی اینجا؟ بلد نیستم خیانت کنم، حتی به تو که. آره میفهمم. فقط راستشو بخوای یکم شوکه شدم. آخه اولین باری که میبینم یه نفر میاد زن آدم ها ازش خواستگاری میکنه. دلت میخواد یکی از همین روزا یهو ناپدید بشی و دیگه هیچکی نتونه پیدات کنه؟ دوست داری اون پرونده سیاسی دوباره به جریان بیفته؟ آره. سه روز بهت وقت میدم که فکراتو بکنی، طلاقش بدی. روز 4 نمیدونم چی کار میکنم و چی میشه. من یه بار مردم و زنده شدم. از این چیزایی که تو میگی نمیترسم. تو که گفتی شام نمیای. خواستم ببینم وقتایی که خونه نیستم تو چی کار میکنی. گلم براش برده بودی؟ از کجا فهمیدی داره میاد؟ با هم تماس داشتین؟ نامه می نوشتین؟ دل میدادین و قلوه میگرفتین؟ چی داری میگی؟ چه نقشه‌ای کشیدین؟ تو داری اشتباه میکنی. میخواین باج بگیرین؟ فکر کردی من خرم؟ بی غیرتم؟ حمید رفته بودم بگم ازدواج کردم، شوهر دارم، شوهرم دوست دارم. میخواستم تو گل خوردی! غلط کردی! مؤدب باش. اینجا که نیبودی! دختر کسافت! تو لیاقت این زندگی نداری! ایمون!
ممکنه کار من یه خورده طول بکشه. تو نمیای تو؟ نبی جان برو، من حوصله شلوغی ندارم. نبی جان برو، من حوصله شلوغی ندارم. یکی اینجاست که اگه ببینش خوشحال میشی. کی؟ برو پایین. تو اول بگو کی؟ برو پایین. بگو کی؟ برو. الو؟ آره جا در خونه ایم. در باز کن داریم میایم تو. بودو. تاریکی تو مثل مهتاب اگه باد از سره ظلم تو نگذره من میرم گم میشم تو جنگل خود گل گلگون من ماه ایگون من از تو تنها شدم چون ماهی از گل هر آرزو رفته از رنگ و بو من شدم رودخونه دلم یه مردم گل گلگون من ماه ایگون من از تو تنها شدم سلام هنگام. اصلا فکر نمی کردم دوباره ببینمت. تو تنها دوستی بودی که واسه ما همیشه حرف برای گفتن داشت. نگران من نباش، آدم خوبه. تنها نیستم، فقط جدام. افسردم نیستم، خسته. از چی؟ از این الکی زنده بودنه، بیهودگیه. انگار همه چی گند گرفته، بوی عفونت داره خفم میکنه. شنیدن این حرفا دیگه واسه من تازگی نداره. میدونی روزی چند نفر مثل تو میان مطب من؟ چجوری گورشو میزنی خانم روانشناس؟ پوچی و سرخوردگی شما بیشتر از اون که فلسفی باشه تحمیلیه. اگه شرایط زندگی و وضعیت اجتماعیتون تغییر بشه، حالتون خوب باشه. خوب و بد چه فرقی با هم دارن؟ تو امیدو چجوری تعریف میکنی سامان؟ امیدوار بودن یا نبودن خیلی ذهنی. هیچی، من خیلی وقت فهمیدم که هیچ فرقی نمیکنه آدم خوب باشه یا بد، شاد باشه یا غمگین، شریف باشه یا خائن.
چون من همه چی رو با هم برابر میکنم. تو چرا خودکشی نمی کنی؟ منم به مرگ علاقه‌مندم، اما مرده ای نیستم که منتظر مرگم باشم. آدم زنده ای هستم. از نظر منم زندگی شورش علیه همین پوچیه، نه خودش. راستش منم دیگه قصد مردن ندارم. فکر میکنم میتونم واسه یه نفر مفید باشم. میخوام هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم. سلام برسیم. راجب دعوای دیشبم یک کلاق شد، کلاق نکنیم. خودم شب میام براش توضیح میدم. این پسر همین 2-3 روز پیش خودکشی کرده جناب سروان. افسرده است، قاطیه. ملاحظه بفرمایید، خودش هم نمیفهمه داره چیکار میکنه. اینم گواهی پزشکیش. جناب سروان، ایشون از اون سر دنیا پا شده اومده اینجا به بنده میگه زنتو طلاق بده. منو تهدید به مرگ میکنه و مدام داره برای همسر بنده ایجاد مزاحمت میکنه. فکر کرده توی این مملکت به غیر از خودش هیچ کس مرد نیست. موضوع اینه که همسر ایشون نامزد سابق برادر من. نامزد سابق برادر شما بوده. الان زن رسمی من آقا. خیلی خوب، آروم. حرف حساب شما چیه؟ حرف حساب؟ بله، گفتم حرف حسابتون چیه؟ حرف حساب من و شما جناب سروان متوجه نمیشین. ایشون برای شما مزاحمت ایجاد میکنن خانم؟ نه خیر. خیلی خوب. من پرونده رو میفرستم دادسرا. این آقا هم تا وقتی شما سند بیارین تو بازداشت میمونن. بفرمایید. خیلی ممنون جناب. باشه بریم. من شب نشده حتما سند جور میکنم آزادش میکنم. خودت خواستی. فقط خواستم قضیه تموم بشه، همین. همه چی تموم بشه ها؟ از این به بعد پا تو از در خونه بدون اجازه من نمیذاری بیرون؟ جواب تلفن‌ها رو هم نمیدی تا تکلیف این قضیه روشن شه. چی فهم شد؟
یه ساعت پیش پروانه زنگ زده بود، میگفت خیلی دلش برات شروع میزنه. گله میکرد که بچهش 4 سالش شده هنوز یه دفعه هم دایی سامانشو ندیده. تو نمیخوای یه سری بهشون بزنی؟ 2-3 روز دیگه هم که سالگرد باباست، میتونین با هم برین سر خاکش. بیا بلیط شیرازه، فردا صبح ساعت 7 پروازه. تو حالت خوبه؟ نه تبسم تبسم راحت باش. اومدم ازت معذرت میخوام. خب رفتار من واقعا احمقانه بود، ولی تو هم باید به من حق بدی. بالاخره اون یه روزی عشق تو بوده و طبیعیه که من باش حسادت کنم یا انقدر از دست تو عصبانی بشم که بخوام دست رو بلند کنم. بذار من باش حرف بزنم، شاید بتونم یه جوری. مشکل من اون نیست. خودت هم میدونی که اگه بخوام راحت میتونم از شرش خلاص شم، ولی نمیخوام تو از من متنفر شی. تبسم هر روزم دوستم داری؟ یه سوالی ازت بکنم راستشو بهم میگی؟ دوستش داری؟ حمید من با تو خیلی خوشبختم. دروغ میگی؟ باور کن. داری دروغ میگی، ولی اشکالی نداره. اشکالی نداره. پاشو لباساتو جمع کن میریم شمال. میخوایم دوتایی یه هفته با هم خلوت کنیم. میدونی بیژن، نمیخوام بیشتر از این گذشته رو فراموش کنم. اون دومش خوب جایی گره زده برادر من، تا نباید باش در شاخ باشی. یعنی تو هم میگی بی تفاوت باشم؟ نه میگم ببخشش سامان جون، بذار همه چی تموم بشه. اگه زورم بهش میرسید شاید میبخشیدمش. بعدش اینه که تو تنهایی. مهم نیست، هر بلایی هم که میخواد سرم بیاره، ولی در عوض تبسم جوری زندگی کنه که بتونه نفس بکشه. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، ولی سعیمو میتونم بکنم. آقای صراف نیستن، رفتن مسافرت. شما نمیدونید که برمیگردن؟ نه خیر. ممنون. حالا یاره که هستی، خزان عمرم رستی، نوبهاره که هستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره، روزا رو میشماره. میدونی دل اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دلتنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده گویم بسی بیهوده جویم. چیه؟ با من حال نمی کنی؟ نکنه میخوای این دلخوشی های کوچیکم ازت گدایی کنم ها؟
سامانو ببینی حالت خوب میشه ها. شد یه بار تنها باشیم و حرفمون نیاری وسط. فکرمون هیچ وقت نذاش منو تو تنها بشین. ولی کیه؟ کی این وقت شب حمید؟ کسی نیست؟ همسایه بغلیه. برام ببینم چی کار داره. آدرس اینجا رو تبسم بهت داده؟ یا از مادرش گرفتی؟ میخوام بدونم تصمیمتو گرفتی یا نه. خب اگه بگم نه تو چی کار میکنی؟ منو میکشی؟ فقط میخوام تبسم ولش کنم. حاضری انتخابو بذاریم به عهده خود تبسم؟ ها؟ خب بس بیا تو زیر بارون خیس میشین. بیا تو ستایی میشینیم حرف میزنیم شاید به این نتیجه رسیدیم ها؟ حرف زدن با تو فایده نداره. مگه ادعا نمیکنی هر کاری میکنی به خاطر تبسمه؟ خب بیا تو نظر اونم بشنو. بعد میگم نه تا بیا تو. چرکی وارد خونه من شدی عوضی؟ الو سلام. ساعت چنده؟ آها خب تو چی کار کردی؟ این بود احمق. سوار شو.
مجبور شدم ویلا رو خالی کنم. یه نفر زنگ زد گفت صبح اول وقت داره میاد اونجا. تو چرا گوشی رو برداشتی؟ فکر کردم تویی. حالا میخوای با این چیکار کنی؟ زنده است؟ آقای صراف به من گفته بودن اول وقت چه کارو بیارم که امضا کنم، ولی وقتی رسیدم دیدم هیچ کس نیست. همه چی هم مشکوکه. به چیزی که دست نزدیم؟ خیر. تا لکه های خونو دیدم زنگ زدم به شما. دشمنی، خصومتی، چیزی با کسی نداشت؟ من از زندگی خصوصیش خبر ندارم، ولی شنیدم چند روز پیش به خاطر خانمش با یکی دعوا شده بود. اسم طرفو میدونی؟ خیر، ولی باید تو کلانتری یوسف آباد پرونده داشته باشن. نمیتونم. سامان چرا میشستی؟ آشقا دیگه کمک کن. سامان باید از شهر این جنازه خلاص بشیم. سامان مگه با تو نیستم؟ نمیتونم. میری اینجا که برای آدرسشو نوشتم، همونجا منتظر میشه تا برای بلیط هواپیما بگیرم. وقتی زنگ زدم فوری حرکت میکنی میای. مواظب باش تبسم فرار نکنه. اگه فرار کنه همه چی خراب میشه. سامان فهمیدی؟ تو چی کار میکنی؟ این پیشت باشه ولی جای زنگ نزن. برو دیگه. خداحافظ. من نکشتمش. میخوای باور کنم؟ خودش گفت بیا تو. میکشمت! اگه زندگی منو نابود کنی ها؟ جوابم نه. چی میگی؟ ها؟ چی میگی؟ چی میگی؟ علی! 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 من نکشتمش.
تبسم تبسم بیا بریم پیش پلیس سامان. تو باید خودتو معرفی کنی. اگه واقعا بیگناه باشی من بهت کمک میکنم. تو خودت حرفای منو باور نمیکنی. توقع داری پلیس باور کنه؟ اگه فرار کنی فقط جرم خودتو ثابت کردی. اگرم بمونم اونا جرم نکردم و بهم ثابت میکنن. من حوصله بازجویی و زندان دیگه ندارم. من قاتل نیستم تبسم، ولی گناهکارم. هر گناهی با مجازات بخشیده میشه سامان. حرف منو گوش کن. یعنی حمیدم دیگه بخشیده شد؟ تو خدا نیستی که در مورد دیگران قضاوت کنی. ولی من خوب میدونم که اون چه کارایی تو زندگیش کرده بود. تو هم میدونی. سال 78 وقتی ریختن تو دانشکده دکتر آذری رو گرفتن و یادته؟ کی گزارشی کلاسای دکتر رو داده بود؟ کی لباس شخصی رو خبر کرده بود؟ حمید باعث دستگیری و اخراج اون از دانشکده شد. اون منو تشویق کرد که از ایران برم به عنوان زندانی سیاسی پناهندگی بگیرم، فقط واسه این که به تو برسم. هزار تا دلیلم واسه بد بودنش بیاری الان چیزی عوض نمیشه. پس اون آدمایی که زندگی و جوانی ما رو حروم کردن چی؟ نباید تاوان پس بدن؟ یه نگاه به خودمون بنداز. مگه ما با مرده ها فرقی هم داریم؟ تو میخوای با این حرفا وجدانتو آروم کنی، ولی بیفایده است. نمیتونی خودتو تا ابد گول بزنی. یک آدم کشته شده، میفهمی یعنی چی؟ الو سلام، چه خبر؟ برای امشب یه بلیط آنکارا گرفته، تو فرودگاه منتظرت. بیشه من میتونم تبسمم با خودم ببرم؟ اونم بیارش، اشکال نداره. یعنی چی مگه میشه؟ تو نگران نباش، یه کاریش میکنی. تو الان کجایی؟ مشکلی پیش اومده؟ نه چه مشکلی؟ کمک به فرار متهم به جرایمت اضافه میشه. ببریدش. بلند شو بریم. پاشو بجنب، باید بریم. من با تو نمیام. فکر کردی بهت رحم میکنم؟ من کاری نکردم که به خاطرش بترسم. ولی تو از الان محکومی. اگه برگردی هر کسی حاضر سنگ اولو بهت پرت کنه. پشت سرت خالیه، هیچی نیست که بخوای پاش باسی. مهم اینه که با خودم رو راستم. اگه میدونستم عدالتی هست میموندم همه چی رو به گردن میگرفتم، ولی جایی که همه چی غلطه درست بودنم غلطه. حرفات منو میترسونه سامان. تو واقعا دیوونه شدی. خوش رو باید بریم به سمت مرز. من هر جا بتونم فرار میکنم. لطف میدم، ولم کن. تبسم، ما این راهو تا آخرش باید با هم بریم. دوست دارم هر اتفاقی میفته برای جفتمون میفته. سه دقیقه وقت داری بیای بیرون. بهتره بیشتر از این منتظرم نذاری. میدونی بدترین کار حمید چی بود؟ نذاش خودت بشی. ساکت باش. اون تبسمی که تو ذهن من بود به خاطر توقیف یه روزنامه یه هفته توی مسجد دانشگاه موند. حتی 2 روز بعد از شکستن تحسن روزشو نشکست. اونقدر دلیر و شجاع بود که به خاطر دل بردنش دست به هر خریتی میزدن.
خیلی خوب، اصلا حق با توی، من هیچی نیستم، هیچی. ولی من نمیذارم اینجوری بمونه. تو باید خودت باشی. خواهش میکنم ازت آروم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. کارت ماشین، گواهی نامه. بله الان میدم خدمتتون. اجازه بدیم فقط ببینم بردم خدا کنه جانت داشته باشه. ساکت باش! نمیخوام بیادشم، ماشینو نگردار! خدا نگردار سامان! نمیخوام بیادشم، نگردار! ساکت باش! خدا پس میکنم پایین! ساکت باش! درو با نکن! نگردار! درو ببند! حواسم یکم طاقت میاد. به خدا من احمق هر کاری کردم به خاطر خودت. یکم طاقت بیاد تبسم صدای منو میشنوی؟ تبسم تبسم من قصد بازجویی ندارم، فقط میخوام چند تا سوال ساده ازش بپرسم. باشه، ولی اون تازه به هوش اومده، لطفا زیاد خستش نکنید. بسیار. میتونین حرف بزنین خانم صراف؟ ما میخوایم بدونیم چه اتفاقی افتاده. جسد کجا انداختی؟ علاقش ندادی؟ پس چطور خون و ماشینش دست توه؟ تازه کلید هر کجا رو میخوای بهت میده. خب زنم نیست ولی دوستم که هست. نظر برادرتم راجع به رابطه نامشروع اینطوریه؟ به نظر من عشقه که یه رابطه رو مشروع یا نامشروع میکنه، نه عقدنامه محضری. رابطه سامان با تبسم کاملا افلاطونی بوده. اگه اینطوره پس تبسم با شوهرش رابطه نامشروع داشته، درسته؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ این تو بودی که به سامان کمک کردی و بهش خط دادی. میدونی الانم کجاست و داره چه غلطی میکنه؟ اگه میدونستم باز بهتون نمیگفتم کجاست.
چون برادرمه. میدونی چند سال زندانی میشی؟ بعدم نمیاد فرصت کنم یه چند سالی بشینم یه گوشه‌ای فکر کنم و بنویسم. باشه، پس منم کمکت میکنم یه خود بیشتر بنویسی. خانواده شوهر علیه تو شکایت کرده. طبیعی هم هست، پسرشون مرده. قاتل دوست پسر سابق زنش بوده. زنم بعد از کشته شدن شوهرش یه شبانه روز با اون گذرونده. اگه یه کسی این قصه رو برای تو تعریف کنه تو چی فکر میکنی؟ اگه هم دستش بودم که خودم از ماشین پرت نمی‌کردم. کاملا درسته، ولی کافی نیست. تو باید کمک کنی تا دلایل قانع کننده تری براشون پیدا کنی و اینم کار خیلی سختیه. متوجهی؟ من قضاوتی ندارم، ولی اگه خودت هم قاتل باشی از نظر من 50% مقصری، چون این وظیفه شوهرت بوده که قبل از ازدواج تحقیق کنه ببینه تو چه جور دختری بودی، با کیا میگشتی، روابطت چه جوری بوده. تازه بعد از ازدواجم باید چشم ازت بر نمی داشته تا یه همچین اتفاقاتی پیش نیاد. اون دیگه مرده، شما بهتر از سر تقصیراتش بگذاریم. ما دنبال اطلاعاتی هستیم که به دستگیری سامان فنایی کمک کنه. داروخانه دکتر آذری از وقتی که آزاد شد دیگه بهش اجازه تدریس ندادن. اون هم سهم پدرش رو از اون داروخانه گرفت و باهاش توی باغ خرید. الان هم همونجا داره کشاورزی میکند. آدرسشو داریم؟ شما شاگردش بودین؟ بله، هم بندش هم بودم. شوهرتون زیاد مسافرت میرفت؟ هفته 3 روز. پس میشه گفت نصف این مدتی رو که با همدیگه زندگی میکردین خونه نبوده. من اعتراضی نداشتم. فکر نمی‌کردین برای یه مرد سخته که مدت زیادی رو بدون همسرش بگذرونه؟ شما خبر داشتین که همسر اول حمید و بچهش توی دبی زندگی میکنن؟ دروغه. ولی پدر مادر حمید گفتن شما از اول حمیدشو میدونستی. میتونم ببینمشون؟ باید صبر کنید تا دادگاه تشکیل بشه. به قیافتون نمیاد انقدر احمق باشی. کیه؟ سلام استاد. سامان؟ از تبسم چه خبر؟ بالاخره ازدواج کردیم؟ نه هنوز. قدرشو بدون. ما اینقدر سرمون به درس و جنگ و سیاست مشغول شد که وقت عاشق شدن رو از دست دادیم. لااقل شما حواستون رو جمع کنید. وضع ما بهتر از شما نیست آقای دکتر. راستش هر وقت یاد دانشگاه و کلاسای خودم میفتم فکر میکنم آیا حرفای من ارزش اینو داشت که زندگی چند نفر مثل شما به خاطرش زیر و رو بشه؟ نمیدونم. یعنی شما هم دچار شک شدین؟ نه، ولی احساس میکنم یه جورایی به شما مدیونم. وقت خوردنشه. اوه بسم الله.
مردا هر کاری رو با خاطر خودشون میکنن عزیزم. زن واسهشون یه بهانه است که قدراتشون رو به رخ همدیگه بکشن. فکر نکنی دوست داشتن ها. دعوا سر اینه که تو مال کدومشونی. تازه اگه یه مرد خیانت کنه اشکالی نداره، به جون تو اشکالی نداره، ولی این زن باید سنگسار بشه. حکم تو هم همینه. مگه شانس بیاری و پسر دستگیر بشه و همه تقصیرها رو به گردن بگیره؟ اگه شانس بیاره، ولی همون 10-20 سال براش میبرن. از کجا انقدر مطمئنی؟ کار خلاف قانون رو زودتر به آدم یاد میده. من اشتباه کردم. قصه‌شو نخور. اینجا همه تر خشک با هم میسوزن. بگیر. مردا هر کاری رو واسه خاطر خودشون میکنن. دعوا سر اینه که تو مال کدومشونی. اگه یه مرد اشکالی نکنه اشکالی نداره. زن باید سنگسار بشه. میفهم همین. زن باید سنگسار بشه. زن باید سنگسار بشه. میفهمی؟ زن باید سنگسار بشه. اینجا تر خشک با هم میسازن. من اشتباه کردم. دکتر اینجا هم سامان. دیگه چی کار میکنین؟ میبینی که کلاسامو اینجا دایر کردم. به اینا درس میدم و ازشون درس میگیرم. هم سامان دارم هم تبسم. اما از جنسی که کار دست خودشون نمیدن که من احساس تقصیر کنم. یه دانشگاه خاموش. دیگه چی؟ کتابم نشخوار میکنم. البته بیشتر میخرم و تلمبار میکنم. واسه چی؟ واسه این که عاقل‌تر از چند سال پیش شدم. به این نتیجه رسیدم که اگر اینجا یه آدم هم عوض بشه دنیای اطرافش تغییر نمیکنه. ولی مهم اینه که وقتی توی لحظه داری عمل میکنی اون لحظه از رفتار خودت راضی باشی. یعنی شما دغدغه‌های قدیمو دیگه ندارین؟ دوره قهرمان بازی گذشته. هیچ کاری نباید کرد. فعلا که پای عمل رنگه. شما آدم بدون پشتوانه‌ای مثل حمید چطور تونسته توی سن 27 سالگی یه شرکت اینجا و یه نمایندگی توی دبی داشته باشه؟ فکر نمی‌کنی زد و بندی داشته یا توسط شخص و جریانی حمایت می‌شده؟ من اطلاعی ندارم. ولی چند نفر از همکارای من دارن حسابای اونو بررسی میکنن تا سر از روابطش در بیارن. البته مطمئن نیستم کارشون نتیجه بده. این موضوع چه ربطی به من داره؟ مسئله اینجاست که حرفایی که سامان در مورد حمید زده کاملا درست بود. حمید علیه هر دوی شما پرونده سازی کرده بود، ولی تو شرایط فعلی این مسئله اصلا به نفع شما نیست، چرا که ثابت میکنه تو و سامان دلایل کافی برای تسویه حساب و کشتن حمیدو داشتین. متوجه حرفای من میشین؟ انتظار داشتم قبل از اینکه پلیس بیان اینجا بهم میگفته که چی شده. من از اینجا میرم. حمید هر کاری هم که کرده بود تو حق نداشتی که زندگیش ازم بپاشی. من هر کاری کردم به خاطر تبسم بود. فردا یه نفر رو پیدا میکنم از مرز ردت کنه. امشب اینجا بخواب. آدم بدون پشتوانه‌ای مثل حمید چطور تونسته توی سن 27 سالگی یه شرکت اینجا و یه نمایندگی توی دبی داشته باشه؟ فکر نمی‌کنی توسط شخص و جریان حمایت می‌شده؟ شما خبر داشتید که همسر اول حمید و بچه‌ش توی دبی زندگی می‌کنن؟ تو و سامان دلایل کافی برای تسویه حساب و کشتن حمید داشتید. حمید علیه هر دوی شما پرونده سازی کرده.
حمید باعث دستگیر اخراج اون از دانشکده شد، فقط واسه این که به تو برسه. کجا بودی؟ رفتم زنگ زدم، تبسم که نبود. از وقتی رسوندمش بیمارستان ازش خبری نداره. خیلی خوب، بیا کمک کن زود راه بیفتیم بریم. نیم ساعت پیش سامان زنگ زده خونتون. مادرت گفته رفتی بیرون رو برمیگردی. منم نمیخوام حرفاش دروغ حساب در بیاد. باید همه تلاش رو بکنی. ازش بخوا که خودشو تسلیم کنه. قبول نکرد باش قرار بذار. نمیدونم چطوری، ولی این آخرین شانسته. اگه موفق باشی منم قول میدم از دادگاه برات تحویل بدم. قبوله؟ خاطر نون نمکی که با پدرم خوردیم سالم برسونش اونور مرز. اون منو عزیزه بودی لزوم نیسته جوری میبرمش که آب تو دلش تکون نخوره. همین دوباره برای باش تا چند ساعت دیگه حرکت میکنیم. یش هستم. مواظب خودت باش. ممنونم واسه این سالها کاری نکردم. صبر کنی با خدا همه چی درست میشه. دیگه بیفایده است مامان. این داغ ننگ خورده رو پیشونی. میخوام برای مجازات که میشم دلیل داشته باشم. پس با وجدانت چی کار میکنی؟ همون کاری که همه میکنن. کلا سرش میذارم. ولی من اجازه نمیدم خودت از بین ببری. من خیلی وقتی که از بین رفتم مادر. نمیبینی؟ میدونم دختر خوبی برات نبودم، ولی برام دعا کن. سلام. الان نزدیک مرزم. دوست داشتم قبل از رفتن صداتو بازم بشنوم. میدونی با من چی کار کردی؟ کاشی میتونستم کمکت کنم. پس فرار نکن. مگه نگفتی هر اتفاقی بیفته بهتر برای جفتمون بیفته؟ پس یا بمونه کنار من باش یا منم با خودت ببر. تبسم این حرفا رو پلیس هم دارن میشنون. ناامیدم نکن سامان. اولین بار یکی چیزی ازت میخوام. خواهش میکنم. کاش دیگه تلفن نکن. من پشیمون شدم. فقط یه اسلحه میخوام. هر چقدرم پول بخوای بهت میدم. اسلحه؟ فقط یه اسلحه. فردا سر ساعت 2 تک و تنها میای میدون ایالت ارومیه. اگه یه نفر دیگه همراهت ببینم نمیدونم چی میشه و چی کار میکنم.
منتظرتم. شماره 275 ایرانه از تهران به زمین نشست. اعلام ورود پرواز شماره 275 از تهران. تکون بخوری میزنمت. اسلحه‌تو بده، اسلحه‌تو بده. بیا پایین. بهتره وضعتون رو از اینی که هست بدتر نکنید. من بهتون کمک میکنم. تو غیر از اینکه ما رو بفرستی بالای دار هیچ کمکی نمیتونی به ما بکنی. من اینقدر احمق باشی. آره من احمق این کثافت دوستش دارم. ما با هم دستی میتونی بری اینو به همه بگی. چرا این کارو کردی؟ برای اینکه فکر میکردم مقصرم. تو رو دوست داشتم، با یکی دیگه ازدواج کردم. نمیدونستم که عشق نفرینه و دامنگیرم میشه. تبسم، من به خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم. تسلیم شم، بجنگم یا کشته شم، به خاطر اینکه تو آزاد باشی، زندگی کنی، لذت ببری. حالا مگه حرفی هست؟ حرف توه. وقتی راه برگشت نیست باید تا آخر رفت. بذار هر اتفاقی میافته واسه جفتمون بیافته. بیا اینو جا گذاشتی. امشب دستام گرمه. اصلا هم عرق نمی کنم. امشب قشنگترین شب زندگی من.
شایدم آخری. اصلا برام مهم نیست. برای منم همینطور. دستتون رو بزنید و سرتون رو پیاده شید. شما هیچ کاری فراری ندارید. بهتره به حرفم خوب گوش کنید. هیچ کس را زیر مرگ شما نیست. هنوز میتونی انتخاب کنی. مگه نگفتی هر اتفاقی افتاد بهتره واسه جفتمون بیفته؟ دوست دارم. من بیشتر. از خیانت نفس ما رو بریده، داغ ما رو جا گذاشته روی این تن دریده. شب خسته از خیانت نفس ما رو بریده، داغ ما جا گذاشته روی این تن دریده. چشای سادم سرنوشتم و رقم زد، کی میفهمه یه غریبه بازی ما رو به هم زد، بازی بین من و تو شومی تقدیر، فرق تقدیر و جنون و هیچ کس به ما نگفته. بذار اتفاق آخر واسه جفتمون بیفته. فرق تقدیر و جنون و هیچ کسی به ما نگفته، بذار اتفاق آخر واسه جفتمون. انتهای جاده این بار میرسه به خواب دریا، تو بگو خدا نگهدار که بمیره بی تو رویا. انتهای جاده این بار میرسه به خواب دریا، تو بگو خدا نگهدار